معلومات دیگر با تمام برادران مبارز رساندنیم. در روسیه در جایی که تاکسیو میگردن، تاکسی توجیک، خاصتا هموناش که ریش دارن که اعوذ بالله میگن میگردن، ای هموناش بسیارتر اهمیتی قدرتیه. ای بریشاش خیلی تو میفهمی، همین روی آدم ببینی میدونی که همین میگه که یک کازیول، میگه که یا مرغ، کراچه هم روش ببینی میفهمیش. با همون خاطر از همونها دقت جدی بتیه تا ماه مارت، تا ماه январ феврала мақомоти тоҷик дар Москва, дар бозорҳо, дар садовод, дар яъне ки ҳамин бозорҳои Россия ки ман он қадар Москваро намедонам соз, муҳим ки маълумоти амнияти яъне партофтагиан одамҳо барои ҷамъ кардани 10-15 каса мебаранд барои ин ки битарсонанд мардуми дигара. ба ҳамун хотир яъне ки ҳамин одамеро ки намешиносеш дар пешаш гап назанӣ, ҳамин бародарое ки мешиносеш дар пеши ҳамонҳо гап задан, кор кардан ягон проблема надорӣ. مثلا تو میشناسیم 4-5 برادر نزدیکی خطه گپ میزنی، یگون پروژه میکشی، یگون گپ میزنی، مرحبا این برادر 5-6 کس میشناسه قطعیشن در درون ماشین گپ زدی احسن. ولی وقتی رفتی در جا 6 تا دیدی که نمیشناسی آدمی نامعلومه و جای شما را میدونن یگون چیزای، همون خاطر مسلمان باید که ذکی باشه، دانا باشه، نه اینکه آدم را دیده که ریشش درست داد دوستش یا تسبیح الکترونی استغفر الله استغفر الله که نگاه داره کنون چیه استغفر الله کنون چیه ایومش استغفر الله. تو باید دقت بگی کیه. و همون خاطر دیگه فریب ریش، فریب تسبیح الکترونی، فریب دادر اولیاء حضرت ایشون قوری تری نشه و بشه، برای که همونا را پرابلم کرده سن روی کرده تو اونا معلومات روان کنن کی بودن و شما را یعنی که پرابلم کنن. با چهره برادران ایراسیا بوده که وابشه به من زنگ نزنی، در برنامه وابشه به شهراتون گپ نزنی، چهره های شما برای من لازم نیست. تمی صدا تا ببرار من میفهمم تو صادقی یا یعنی که طالحی، میفهمم من تو آدمی نیکی یا آدمی بدی. برای چی؟ برای اینکه انسانی که در این ملت چه میدونه که چگونه رفتار کنه و چگونه کار کنه و چگونه عملی انجام بده. و همون خاطر بیننده‌های گرامی و شهروندان تاجیکستان در روسیه، خاصتا در سنت پترزبورگ، در مسکو، در یکاترینبورگ، در اوفا، قزان، همین منطقه اهمیت جدی بوده. همون کارکاتون آرام انجام بده. شما نگه که ما باید کار کنیم که یعنی که اکمال شهید میشم، نه، یگون کس مردن یگون کس دمو در کار نیست. دیگه وقتی شهید شوی بس، دیگه وقتی اویله رحمان باید که زندان شوه، باید چیکار پیشه و اویله رحمان شوه دیگه. با همون خاطر فریفته نشه، یگون جوده با چهره حکاتون گپ نزنی، همیتا رفتن بگیره روز ساعتش میرسه، نزدیک شده است. با همون خاطر قبل از نزدیک شویش در دستی میمون گرانت میتی که گفتم چند بار نمیدونه که جوش پرتای رحمان بازم تریش دیگه. با همون خاطر کوشش کنه خونسردیتون رو بجا بیاره، آرام منتظر باشه، منتظر وقت، منتظر نوید، منتظر اون چیزی که برای ما مهم است. ان شاء الله که برادرای تاجیک هوشیاریتون از دست نتیه و تا ماه او سال گذشتگی خبرتون کردم که در ماه گفتم تا مارت اپریل کیرا میبرند، دیده که بردن آدم را. این معلومات امنیتی به ما رسیده. با همون خاطر یعنی این قضیه چی نیستن. و الحمدلله در قضیه برادرای ونج، یعنی که اون چیزی که برای قادر قاسم نشر شد، دیده که رئیس پاسپورت ونج جواهر از کار گرفتن. یعنی اینم خدمت‌های اصلاح بود، فراموش نکنید شما اینم. یعنی برادرای ونجی اون چیزی که ما انجام دادیم به منفعت شما بود. و همون خاطر اگر بچه اکد باشه ظالم، بگو که ظالمه تمام، باید انمیته باشه. اگر امکیت باشه ظالم باشه، بگو ظالمه تمام، برای من فرق نداره. و همون خاطر در ظلم خشتباری دودری اکگی نیست. ظالمه. هیچ وقت شما نگه که این بچه اکم بود، این امکم بود، این فلانی بود، چیزا گفتمش ظالم بود از نچید. نماز خون بود، ظالم بود. یعنی آدمی که خوبش فکر میکنه ولی ظالم بود، باید گفته شد. و همون خاطر هیچ وقت رحم ظالم نخره، تو اینکه بر مظلوم رحم، ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمگاری بود بر گوسفندان.